آدم‌های زیادی هستند که دوست دارن قهرمان باشن. اما قهرمان شدن اصلاً کار ساده نیست. مشکلات زیاده. بیا بابا در اومده فرمونش ما. ترس، اونا از ارتفاع میترسن. گرسنگی، غذا کجاست؟ خستگی و این کار هر کسی نیست. برای قهرمان شدن باید با طبیعت جنگید. باید شجاعت داشت و دقیق. چون یه قهرمان باهوشه، مدیر بچه‌ها تو همین محوطه است. و انسانیت رو هیچ وقت فراموش نمی‌کنه. اما قهرمان شدن اونقدرها هم دور از دسترس نیست. قدم اول کشف اون نیروی پنهانی که در وجود همه ما هست. و قدم بعدی شناختن استعدادهایی که حتی خودمون از داشتنشون بی‌خبریم. این آدم‌ها قرار کارهایی رو انجام بدن که تا قبل از این هیچ وقت تجربهشون نکرده بود. اسم! لعنت به تو اسم! برای شریک شدن در تجربه اونها شما رو به دیدن سری جدید مستند مسابقه فرهنگی دعوت می‌کنم.